سلام به همگی، خوش اومدید به اپیزود دوم پادکست کست فیت. من امید توشه هستم، قهرمان و مربی فیتنس و لایف استایل کوچ و هیلز کوچ که اینجا با همدیگه قراره که در کست فیت مسیر سلامتی رو طوری طی کنیم که تناسب اندام بخشی از زندگی شما بشه، نه همه زندگیتون. یادتون نره که تو کست فیت معتقدیم تناسب اندام برای زندگی، نه زندگی برای تناسب اندام. تا حالا شده بعد از یه دوره سخت رژیم و ورزش هر روز با اضطراب برید رو ترازو و با دیدن عددی که انتظارش رو نداشتید تمام تلاشتون رو نادیده بگیرید و احساس کنید که شکست خوردید و ناامید بشید؟ شاید مدام خودتون رو با عکسای اینستاگرامی مقایسه کنید یا حس کنید که کافی نیستید. اگر این تجربه رو داشتید شما تنها نیستید. در این اپیزود قراره با یک دیدگاه کاملا جدید در مورد سلامتی واقعی صحبت کنیم. میخوایم از اسارت عدد ترازو رهاشیم و ببینیم چطور با قدرت ذهنیت میتونیم مسیری پایدار و لذت بخش برای تناسب اندام خودمون بسازیم. با من همراه باشید. بیایم با هم دیگه صادق باشیم. جامعه، رسانه، حتی صنعت فیتنس اغلب ما رو به سمت یک معیار محدود کننده برای سلامتی و سبک زندگی سالم سوق میدن. عدد ترازو. انگار که تمام موفقیت یا شکست ما در مسیر تناسب اندام فقط این عدد روی ترازوه، این که ما چند کیلو هستیم اهمیت پیدا میکنه و در نهایت مدام خودمون رو با کسان دیگه، با افراد دیگه، با مدل‌های دیگه که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، با آدم‌های دیگه، با هم باشگاهیمون مقایسه می‌کنیم و فکر می‌کنیم که اندام ما ایدئال نیست. این سمه در مسیر تناسب اندام. این مقایسه اشتباهه. نباید این کارو کرد و دامیه که خیلی دام بزرگیه. شما اینکه با درصد چربی شناخته بشید که بفهمید چقدر موفقید، یا اینکه چند کیلو هستید و یه سری افراد هستن که اصلا شروع میکنن ورزش کردن، وزنه زدن و من خیلی برام پیش اومده که شاگرد میاد میگه که من وزنم تغییری نکرده. میگم که وزن مهم نیست، سایز مهمه. تو ممکنه که 75 کیلو باشی موقع که شروع کردی، الانم 75 کیلویی. یعنی ممکنه که شما چربی از دست بدید، جاش عضله بگیرید و وزنتون ثابت باشه، اما سایزه که اهمیت داره. حالا میخوام بگم که تو دوره قهرمانی من خودمم تو این مسیر بارها دچار این مشکل شدم و تو این وسوسه و دامه افتادم. یعنی دائم خودم مقایسه کردم با بقیه، فکر کردم که حتی موقعی که از نظر ظاهری تو اوج بودم هم به نظرم میرسید که مثلا کافی نیست، به خصوص تو رژیم‌های قبل از مسابقه که آدم خیلی شرایط براش سخت میشه. این ناامیدیه همش به ذهن آدم منتقل میشه، چون میری اینستاگرام رقیبتو میبینی که مثلا اون عضله فلان نقطهش مثلا بالا سینه‌اش بهتر از عضله توئه و از یه جایی به بعد من این مقایسه رو رها کردم. آقا من میرم مسابقه میدم و همون جوری که هستم با همه تلاشم میرم و امیدوارم که بهترین نتیجه رو بگیرم. اون جایی که خودت رو رها میکنی یه دفعه اتفاق خیلی خوبی میفته. بعد از سالها کار کردن با شاگردان مختلف من اینو بارها و بارها توی شاگردامم دیدم. خیلی با این که پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در انرژی، در سایز لباساشون، در حالی که داشتن، در قدرتشون به وجود اومده، اما چون وزنشون و عدد ترازوشون پایین نیامده بود احساس میکردن که شکست خوردن و اون شورشون رو از دست میدادن. این وسواس به عدد نه تنها به اعتماد به نفس ما ضربه میزنه، بلکه میتونه یک رابطه ناسالم با بدن خودمون و حتی غذا ایجاد کنه. همونطور که یک مقاله مروری در سال 1999 در
مجله معتبر Annual Review of Physiology توسط دکتر وستن و فولر نشون داد که وقتی ما دائم درگیر رژیم‌های سخت و نگرانی‌های وسواس‌گونه در مورد وزن و ظاهر بدنمون هستیم، این فشارها میتونن منجر به الگوهای ناسالم غذایی، احساس گناه، اضطراب و حتی اختلال خوردن بشن. این تحقیق علمیه. در واقع ذهن ما به جای تمرکز بر نیازهای واقعی بدن درگیر یک جنگ دائمی با غذا و خودش میشه و این دقیقاً چیزیه که ما تو کست فید نمیخوایم. پس اگر ترازو معیار اصلی نیست، چطور بفهمیم در مسیر درستی هستیم؟ پاسخ در چیزیه که ما بهش میگیم پیروزی های غیر ترازویی، نان اسکیل ویکتوریز، یا به اختصار NSV. این همون تغییرات مثبت و کوچیکی هستن که ربطی به وزنتون ندارن، اما نشون میدن که بهبودهای واقعی در زندگی شما و در سلامت شما اتفاق افتاده و کیفیت اونها رو افزایش داده. بذارید چند تا نمونه از این NSV ها رو بهتون بگم. مثلا انرژی بیشتر، صبح راحت‌تر از خواب بیدار میشی، در طول روز خسته نیستی، خوابت بهتر میشه، خواب عمیق و با کیفیت تر داری، شبا بهتر میخوابید، صبح با تراوت و انرژی از خواب بیدار میشی، خلق و خوتون بهتر میشه، استرستون کمتر میشه، کمتر احساس اضطراب و کج خلقی میکنید و با چالش‌های روزمره راحت تر کنار میاید. لباساتون اندازه میشن، شاید وزن کم نکردید اما سایز لباساتون تغییر کرده و راحت تر شدید. تو کارهای روزمره‌تون احساس قدرت بیشتری میکنید، از پله‌ها راحت تر بالا میرید، با بچه‌هاتون وقتی بازی میکنید براتون سخت نیست، وزنه‌های بیشتری رو موقعی که میرید سبزی فروشی تره بار میتونید کیسه سنگین‌تری رو بگیرید دستتون. رابطتون با غذا بهبود پیدا میکنه و کمتر در مورد غذا وسواس دارید. انتخاباتون آگاهانه تر میشه، از خوردن لذت میبرید، احساس گناه کمتری میکنید. یه مورد دیگهش مثلا افزایش تمرکز و بهره‌وریه، ذهنتون شفافتر میشه، در کارها و مطالعه بهتر عمل میکنید. یه چیزی خیلی جالبه که در مورد این پیروزی های غیر ترازویی در مورد خود من اتفاق افتاد. من دچار اختلال حواس جمعی بودم، یعنی نمیتونستم تمرکز کنم و خیلی برام تمرکز کردن رو کار مختلف سخت‌تر بود. مثلا میخواستم یه چیزی رو بنویسم، یه کاری رو آماده کنم، مدام ازش میپریدم، میرفتم کارهای مختلفی رو انجام میدادم. اما یکی از اثراتی که ورزش منظم برای من داشته اینه که خیلی ذهنم چارچوب‌بند شده و منظم‌تر شدم و اون اضطراب‌هایی که در واقع با هم بودن تا حد خیلی زیادی کنترل شدن. الان خیلی تمرکزم بهتره، با اینکه اصلا هیچ ربطی نداره. شما میگه که من وزنه زدم، مثلا رژیم غذایی گرفتم یا یک چارچوب سبک زندگی سالم داشتم، این نباید ربطی به این که اختلال تمرکزی کمتر بشه نداره، ولی من خودم این تاثیر رو دیدم. در واقع این پیروزی‌های غیر ترازویی نشونه‌های واقعی‌تر و پایدارتر از سلامتی شما هستن. اونا بهتون نشون میدن که بدنتون قوی‌تر و سالم‌تر و کارآمدتر شده و فارغ از این که عدد روی ترازو چه تغییری کرده. خب حالا بریم سراغ قدرت اصلی. یعنی چی؟ ذهنیت یا همون مایندست. مطالعات روانشناختی هم بارها تاکید کردن که باورها و افکار ما تأثیر مستقیمی بر سلامتی و مسیر سلامتی ما دارن. شما اگه که باور داشته باشید میتونید تغییر کنید، احتمال موفقیتتون به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. منظورم این نیست که مثل اون تئوری راز بود که شما فکر کنید به هر چیزی که مثبت اتفاق، من عکس فلان قهرمان فیتنس رو بزنم روبروم یا فلان مدل یا فلان هنرپیشه خوش‌هیکل و بگم که خب من افکارم رو الان مثبت میکنم که من این شکلی شوم. نه، این اتفاق نمیفته.
ولی اینکه با ذهنیت مثبت قدم بردارید در مسیر تناسب اندام و سبک زندگی سالمتون، لازم نیست که منفی نگری کنید، بگید من شکست میخورم، با یک رویه شکست خورده واردش بشید. در واقع طبق مفهوم خودکارآمدی که دکتر پادیلا و لوپز در مقاله مروری سال 2016 خودشون در Journal of Nursing and Health Science بهش پرداختن، باور شما به توانایی‌های خودتون برای انجام یک رفتار سالم، مثل انتخاب غذای درست، مثل ورزش کردن، خیلی تأثیر مستقیمی روی تصمیم گیری ها و پایداری اون رفتار داره. یعنی اگه شما باور کنید که میتونید سالم باشید و میتونید این تغییرات رو ایجاد کنید، به احتمال خیلی زیاد حتما هم انجامش خواهید داد و بهش پایبند میمونید. اینجا 2 مفهوم کلیدی رو بهتون معرفی میکنم که به این خودکارآمدی کمک میکنه. اولیش خودگویی مثبت، پوزیتیو سلف تاک. به جای اینکه مدام خودتون بگید که نمیتونم، من تنبلم، نمیدونم، من همیشه چاق میمونم، شروع کنید به استفاده از جملات مثبت و سازنده. با خودتون حرف بزنید. من برای بدنم ارزش قائلم، من میتونم قدم‌های کوچیکی بردارم، هر روز دارم بهتر میشم. این نوع گفتگو با خود خیلی کمک میکنه که اعتماد به نفس بهتری داشته باشید و ارادتون برای ادامه مسیر خیلی بهتر بشه. نکته بعدی چیه که میتونه به خودکارآمدی کمک کنه؟ ذهنیت رشد. این مفهوم میگه که به جای اینکه شکست‌ها رو پایان راه بدونید، فکر کنید که اینا فرصتی برای اینن که شما یاد بگیرید، پیشرفت کنید، یا مثلا اگر یه روز نتونستید برنامه غذایی یا ورزشیتون رعایت کنید، به جای ناامیدی و رها کردن همه چیز، از خودتون بپرسید چه چیزی میتونم از این تجربه یاد بگیرم، چطور میتونم دفعه بعد بهتر عمل کنم. در واقع بیاد داشته باشید که موفقیت در تناسب اندام در بلند مدت بیشتر به فرایند و عادتهای روزانه شما گره خورده تا یک نتیجه نهایی خاص روی ترازو. و وقتی که روی فرایند درست تمرکز میکنید، نتایج خودشون میان و شما میتونید اونها رو ببینید. خب حالا چطور میتونیم این قدرت ذهنیت رو در زندگی روزمره‌مون پیاده کنیم؟ چطور میتونیم نگاهمون رو تغییر بدیم؟ من اینجا چند تا راهکار عملی کسفیتی بهتون میگم که میتونه بهتون کمک کنه که تغییر کنید. نکته اول، قدردانی از بدنتون رو تمرین کنید. بدن ما تنها چیزیه که داریم و همه کسایی که دوستشون داریم، همه چیزهایی که دوستشون داریم، در نهایت ما رو خواهند گذاشت رفت. بدن چیزیه که دائم با ماست و ما دائم باید باش سر و کار داریم، درد میگیره، نیازهایی داره و به نیازاش برسیم. پس به جای ایراد گرفتن از بدنتون، به حداقل 3 قابلیت یا ویژگی‌های بدنتون که بابتش قدردان هستید اشاره کنید یا فکر کنید. مثلا شاید مسخره به نظر برسه اما واقعا تأثیر داره. مرسی که امروز بهم انرژی دادی راه برم پاهای عزیزم. مرسی که با تو میتونم نفس بکشم. ممنونم که با همه چالشایی که سرت اومده منو تا امروز نگه داشتی. خیلی میتونه کمک کنه این ذهنیت. یک جای زیبایی از بدنتون که دوست دارید برید تو آینه قربون صدقش برید و سعی کنید که با بدنتون آشتی کنید، بدنتون رو دوست داشته باشید. نکته بعدی که میتونه بهتون کمک کنه تمرکز بر احساس خوب به جای ظاهر خوبه. خیلی مهمه ها.
شما وقتی یه غذای سالم میخوری، یه فعالیت ورزشی انجام میدی، بلافاصله به این فکر کنید که چه حسی دارید. آیا انرژی بیشتری دارید، سبکترید، حالتون بهتر شده؟ چیزی که بعد از ورزش خیلی برای من اتفاق میفته همینه. یعنی این موقعی که تمرین تموم میشه، بیشتر از این که حالا ببینم چه وزنهای چند کیلویی رو برداشتم، چه رکوردمو بهبود بخشیدم، یا اینکه امروز مثلا کدوم عضله رو به خستگی رسوندم، اون دوپامینی که بعدش ترشح میشه موقعی که دارم ساکمو تو رختکن جمع میکنم بیام بیرونه که بهم حس خوب میده. و این خیلی مهمه که این احساسات مثبتتون رو ثبت کنید و بهشون بها بدید. در دراز مدت متوجه میشید که این احساسات چقدر مهمتر از عدد روی ترازو هستند و چقدر اینا بهتون کمک میکنن. نکته بعد این که خودگویی منفی رو شناسایی و اصلاح کنید. هر وقت دیدید که یه فکر منفی درباره بدنتون، تواناییاتون به ذهنتون اومده، متوقفش کنید، بشناسیدش و آگاهانه با یک فکر مثبت و واقع بینانه جایگزینش کنید. مثلا من شاید امروز ورزش نکردم، اما خب فردا یه فرصت جدید دارم. مثلا امشب شب جمعه بود، من چیت کردم، با دوستام نشستم پا بساط، مثلا فلان چیزو خوردم که نباید میخوردم، دیگه ای بابا رژیمم داغون شد، از بین رفت، دیگه نمیتونم. نه، اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. اصلا در مسیر تناسب اندام این شکست ها جزء بشن. یعنی تو از رژیم بیرون زدن، ورزش نکردن، خسته شدن، اینا جزء بشن و باید بپذیرید برای رسیدن به سبک زندگی سالم و پایدار و تناسب اندام پایدار از این شکست‌ها بی‌نهایت خواهید داشت. پس خودگویی منفی رو بشناسید و اصلاحش کنید. پیروزی‌های غیر ترازوییتون رو جشن بگیرید. هر موفقیت کوچیکی که به دست میارید، مثلا راحت‌تر از پله‌ها بالا میرید، نمیدونم تونستید امشب مثلا اون غذای ناسالمی که فست بود رو نخورید و به جاش مثلا سالاد بخورید. هر چیزی که فکر می‌کنید یه دونه عضله کوچیکتون مثلا تغییر کرده، سایزتون کمتر شده، کمربندتون یه دونه درجهش فرق کرده، اون شلواری که پاتون نمیشد الان پاتون میشه، اینا خیلی کمک میکنه بهتون و انگیزتون رو واسه ادامه مسیر بیشتر میکنه. در واقع باید به یاد داشته باشید که این تغییرات از درون شکل میگیره. من موقعی که شروع کردم به ورزش کردن، خب عکس میگرفتم، مثلا میرفتم جلو آینه وای میستادم عکس میگرفتم، بعد مثلا یه خطی میدیدم مثلا رو سرشونم افتاده، اینجوری فیگور میگرفتم، عکس میگرفتم و با افتخار میذاشتم استوریش میکردم، منتشرش میکردم. بعد الان که یه دفعه میرم تو آرشیو استوریا و نگاه میکنم اون عکس‌ها، یا تو گوشیم چند وقت داشتم گوشیمو خالی میکردم عکسای قدیمی رو دیدم، من با چه اعتماد به نفسی و با چه ذوقی این رو منتشر میکردم. نکتهش اینه که من اون موقع خودم رو داشتم با خودم مقایسه میکردم، با ورژن قبلی مقایسه میکردم و یه پیروزی کوچیکی به دست آورده بودم و انگار که به نمایش گذاشتنشون رو داشتم جشن میگرفتم. اینا خیلی کمک میکنه که بتونید مسیرتون رو بهتر ادامه بدید. دوستانی که هستید، امروز یاد گرفتیم که سلامتی واقعی فراتر از عدد ترازو و ظاهر فیزیکیه و سلامت واقعی در حال خوب شما، در انرژیتون، در آرامشتون، در یک رابطه که سالم با بدن و غذا خلاصه میشه و قدرت تغییر این مسیر در ذهن شماست. با تمرکز بر پیروزی‌های غیر ترازویی و پرورش ذهنیت رشد میتونید به یک تناسب اندام پایدار و یک سلامتی پایدار برسید. و به یاد داشته باشید که تناسب اندام برای زندگی، نه زندگی برای تناسب اندام. حالا مثل هفته گذشته اگر که گوش داده باشید قسمت قبلی رو، یه چالش کوچیک داریم برای این هفته. برای یک هفته کامل تا هفته بعد که داری پادکست بیاد، قسمت سوم بیاد، هر شب قبل از خواب از همین الان 3 پیروزی غیر ترازویی کوچیک و بزرگتون رو که توی اون روز تجربه کردید یادداشت کنید، تو نوت گوشیتون، تو سیو مسیج تلگرامتون، هر جایی که راحتید، رو کاغذ سررسیدتون، هر جا 3 تا پیروزی کوچیک غیر ترازوییتون رو، مثلا امروز آب بیشتر خوردم، نمیدونم مثلا پیاده روی بیشتری داشتم، به جای فست فود مثلا غذای خونگی خوردم، مثلا همکارم بهم شیرینی تعارف کرد نخوردم، لباسم مثلا آزادتر شده، چیزای این شکلی. یعنی قرار نیست که یک چیز خاص بزرگی باشن و اینا رو یادداشت کنید و داشته باشید.
اگر از این اپیزود کست فیت لذت بردید و حس میکنید که میتونه به کسی کمک کنه، لطفاً اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و برای حمایت از پادکست ما در پلتفرم‌های مختلف که شما دارید از روی اون گوش میکنید سابسکرایب کنید، یک نقد بذارید، 5 ستاره بهمون بدید، خیلی ستاره دوست دارم من، و در نظر داشته باشید که نظرات شما برای ما خیلی با ارزشه. جزئیات کامل پژوهشایی که امروز بهش اشاره کردم رو میتونید در بخش توضیحات همین اپیزود یعنی شو نوتش بخونید و پیدا کنید. میتونید سوالات و نظرات خودتون رو در اینستاگرام برای ما بفرستید، ما هم دوست داریم صدای شما رو بشنویم، یا همینجا کامنت کنید و اتفاقاتی که میفته و سوالاتی که دارید رو میتونید با ما به اشتراک بذارید. توی اپیزود بعدی قراره راجع به موضوع هیجان انگیز تغذیه هوشمند، چگونه رژیم غذایی رو منطبق بر سبک زندگی کنیم، اینکه من با همه شرایطی که دارم چه رژیم غذایی برای من مناسبه و بدون اینکه قوانین سختی توی اون رژیم باشه. هفته بعد راجع به این موضوع خواهیم پرداخت و از اینکه همراه کست فیت بودید سپاسگزارم. حامی ما در کست فیت پلتفرم هوش فیت هست. شما در هوش فیت میتونید برنامه غذایی و ورزشی و انواع پکیج‌های مختلف رو دریافت کنید. وقتی ثبت نام میکنید پرسشنامه‌ای رو پر میکنید که برای شما یک پروفایلی تشکیل میشه و مربیای ما از جمله بنده اونجا در خدمتتون هستم. پروفایل شما بررسی میشه، یک برنامه کاملا شخصی سازی شده بر اساس پکیجی که انتخاب کردید براتون تهیه میشه و در هوش فیت امکانات دیگه‌ای هم وجود داره، مثل اینکه میتونید از رو عکس کالری غذاتون رو محاسبه کنید، آموزش تصویری حرکات مختلف با وزنه وجود داره، یک دستیار 24 ساعته و 7 روز هفته پشتیبان دارید که سوالاتی که دارید رو میتونید از اون بپرسید بهتون پاسخ میده و امکانات دیگه. خیلی مخلصیم، ممنونم که با من همراه بودید. تا اپیزود بعد سالم و شاد باشید.